شبی که دارای قدر و منزلته. قدر و منزلت یعنی چی؟ یعنی قرآن در اون شب نازل شده و به شب قدر و منزلت داده. قرآن چند حرفه؟ 350,000 حرفه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند هر مسلمانی یک حرف از قرآن بخواند 10 تا حسنه دارد. من نمیگویم الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم یک حرف. هر کسی 3 حرف بخواند 30 حسنه. 350,000 حرف. یک ختم قرآن می شود 3,500,000 حسنه. خودت قرآن بلدی که ختم بکنی؟ بلد نیستی. پدرم منو مکتب نفرستاد. مقصر تو بودی یا پدر بود؟ الله اعلم، خدا بیامرزدش. می توانی قرآن گوش بدهید، بیا تو ختم تراویح شرکت بکن. فرقی نداره چه بخوانی چه گوش بدهید یک ختم. نوار قرآن 20,000 تومان. یک آلبوم کامل. ضبط صوتم بگذار گوش بده. بازم بلد نیستید، پول ندارید. هر شب قرآن رو باز بکن، دست رو خط سیاه قرآن بکش و نگاه بکن. از این آسان تر دیگه. انما الاعمال بالنیات. در ماه مبارک رمضان شب قدر هست. عبادت از 1000